سلام علیکم. امروز روز احیاست، روز قتل امامزاده نه، روز قتل امام علی. اینجا امامزاده طاهره قاطی کردم. خیلی خوب، اومدیم اینجا میخوام بریم سر قبر آقاسی با احمد شاملو. بلکش کی؟ بلکش هم اینجاست مگه؟ نه همشون جواب پس فقط چیلی خانه کم دارن اینجا. با هم دیگه بریم حال تماشا میکنیم. قبر کیه این؟ روبخش حالای پوران، دومین خواننده در ایران. اول قمرملوک وزیری بود، خواهر عبدالعلی وزیری بود، بعد اینه. مرتضی حنانه آهنگ هزار داستان ساخته بود، به تمام فیلم‌های بیروز وثوق آهنگاش این ساخت. خدا بیامرزت. دیگه کی هستن اینجا؟ حسین قوامی اون هنرمند فاخته میخوند. امیر ناصر ابتدا بعد از حسین تهرانی این دنبک زن بود. این کسی بود که دولت روس اینو دعوت کرده بود. رضا روحانی پدر انوشیروان روحانی. خانواده اینا همشون هنرمندن، از کوچیک تا بزرگ پیانو زنن. استاد تجویدی ایشون آهنگساز بود. آهنگ همیرا، محسی، هایده را ایشون میساخت. پرویز یه حبیب الله بدیعی میزدن. استاد غلام حسین بنان خواننده بود. استاد شجریان بود. ایشون خیلی طرفدار داره. هر کی هم میاد اینجا تو قبرستانی، ما معمول اینجاییم که از ما میپرسن قبر استاد غلام حسین بنان. پوران ایشون هم خواننده بود هم هنرپیشه فیلم بود. اسم اصلیش فرهدخت عباسی طاقانی. خواهر پوران مهین عباسی طاقانی اسکویی، ایشون هنرپیشه فیلم بود. عبدالعلی وزیری استاد همه خواننده های ایران، حتی استاد بنان. اگر یه شاعر رو دعوت میکرد، یه رئیس جمهوری رو دعوت میکرد، ایشون رو دعوت میکرد. پریا کجایی ایشون بود، هم آهنگساز بود هم خواننده. علایالدین مسعود وقتیاری ایشون بهترین خواننده وقتیار بودن، یعنی فردوسی وقتیاری ها ایشون هم. سفر قهرمانی ایشون 32 سال 6 ماه زندان بود. تو 28 مرداد کودتا کردن. ایشون افسر توده‌ای بود. 32 سال و 6 ماه تمام زندان بود. احمد محمود نویسنده اهوازی، ایشون بزرگترین نویسنده در خوزستان بود. آقای احمد شاملو شاعر معروف ایران. سنگ گلشیریه، الان قبلش خواهرش میخواد قراره بیاد درست کنه. برش کنه مصر بود، دوزیدن مصری بود. جعفر بوینده ایشون و با محمد مختاری ایشون دوستان داریوش فروهر بودن، نویسنده بودن. داریوش فروهر که کشتن، این دوتا هم کشتن، با کابل خفه کردن، بردن جادوغان گذاشتن، با کابل برق سیم کابل خفه کردن، جادوغان گذاشتن. کار کیا بود نمیدونم. سید امامی که خودش هم واجبی خورد تو همون خودکشی کرد. نه هم نویسنده بود هم شاعر. نیم آزاد محمودا باشی بیاریم. علی اصغر بهاری اولین کبوتر زن در ایران. ایشون هم کانال 3 نشون میده هم کانال 4. شبای محبس، شبای میلاد، شبای یلا کنار برف نشسته، پارکار رو شیشه داره کبوتر میزنه. احمد عبادی اولین ستاره در ایران ایشون میزد.
حبیب‌الله بدیعی دومین ویولن زن در ایران. اول پرویز یعقی بود، دومی ایشون بود. شاه فاطمه همدم آتاباد، ایشون مادر از دختر اول رضا شاه بود، مادرش همدانی بود. فامیلی باباش نذاشتن بزنن، فامیلی مادرش زدن. مادرش هم یه زن خیلی کلوفتی بود. تقیه ظهوریه پیرمردی بود که فیلم های کمدی بازی میکرد، مردم میخندون. خودش و همسر محترمش علی اصغر زند وکیل یه درویشی رو بود که در ایران هیچ درویشی رو قبول نداشت، بهترین درویش ایران. دمت گرم. عراقی یه شعر خون که ایران لرزید مرا ببوس. یه سرهنگر را اعدام میکردن، ایده‌ای بود رشتی، بعد یه دونه دختر داشت، شعرش رو داد، این خون اون شب، این خون صبح اونو اعدام کرد. حسن گلنواقی بزرگ ایران کاظم رجبی. این آدمایی که میان سر قبر این همشون بنز 1 میلیاردی زیر پاشون. میگن آدم نباید از مرگ بترسه. تنها چیزی که آدم باید ازش بترسه اینه که از اون قدرتی که بهش دادن در ایامی که زنده هستش استفاده نکنه. اون قدرتیه که آدم میتونه یک روح دیگر رو شاد بکنه و یک احساس زیبایی رو تو کسی دیگه زنده بکنه. اون لحظه هستش که آدم قدم برمی داره به سمت زندگی ابدی. این خواننده ها و نویسنده هایی که ما امروز رفتیم سر خاکشون کسایی بودن که این کارو کردن و از این قدرت استفاده کردن. روحشون شاد. خدا بیامرزش.